خب استاد عزیز، آیا جین ها هم مثل انسان ها بهشتی و دوزخی دارند؟ اگر هستند از آنها در بهشت مثل انسانند و یا با انسان ها می ایستند در بهشت؟ بله خدای مهربان، اصلا صورت جین صورت خوب نیست، بدرو هم بگیم، لیکن اینها هم مکلفند. خداوند مقصد برای چی گفت که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس را آفریدم تا مرا عبادت کنند. یعنی کدام جینه که اسلام قبول کرد مسلمان شد و هم در جنت می رود با صورت انسان و با صورت زیبا می شود، لیکن کدامش که خدا را عبادت نکرد و البته از دنیا بیدین می گذرد ولی که همون جدن با صورت آدم می دراید و عذاب راحت مقصد به همین صورت می چشد. خب نماز حول گور چگونه و در کدام وقت خوانده می شود؟ برادرای عزیز، نماز حول گور ما نداریم. یعنی وقتی یک نفر از ما میگذرد ما 5 وقت نماز می خونیم، ای پشتش دعا میکنیم. این خیلی نمازی نیست که در کد نماز ما در حق پدرم یا مادرم حول گور بخونم. این خیلی نماز ما نداریم. شما میتونید که هر یک عمل خیره احسان کنین، قرآن خوانین، بین هر کاری میکنین همراه ثواب شد در حقش ببخشین، اینجا نور بالای نور میشود. انا زن را پدر یا برادرش مبلغ دهد، میتواند به اجازت شوهر آن مبلغ را خیر کند. البته این مبلغ زنه. وقتی پدر و مادر میبرد در دست دخترش مبلغ میتد، میگد که اگر بگد که همی حقی شوهرت حقی کودکات به اجازت شوهر نمیتونه، لیکن وقتی بگد که بچه من مبلغه که بگیر همی حقی خطای در زندگی صرف که، در اینجا او زنک حق داره که همراه مقصد خیرش میکند یا در یگان کاری فرزندکاش صرف میکند، اینجا در حق داره. میگویند که علیشیر نامی اسلامی نیست، شیعه ها این اسم را میگذارند. آیا این درست است؟ نه درست نیست. این کنیت حضرت علی بود، یعنی کنیتش لقب حضرت علی اسدالله بود، شیر الله بود، یعنی علی شیر این نام خوبه برادر، این کنیت حضرت علیه. استاد جان درباره اسم های الله گوید چی معنا دارن؟ اکی 99 اسمه. ای هو الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس. بین اینها نامهای هستن برادر عزیز که هر کدامش رحمان، رحیم، مالک، قدوس، سمیع، بصیر، بین ظاهر، باطن، همه اینها برادران نام یا مقصد معناهای بسیار دراز دارند. برای همین ایره یک موضوع کردن در کار که درباره نامهای الهی صحبت علاهیده باشد. آیا نماز تسبیح جماعت خوانده می شود؟ نه، جماعت خوانده نمی شود. اگر مرد 6 ماه با زنش قهر باشد به نکاحش ضرر می رسد؟ نه، اگر به شرطی که مردک 4 سال زنک تماما نفقه نه شب شد نه روز شد، تماما از حال کودک و زنش خبر نگیره، زنک میتونه که برای از مرکز اسلامی خط طلاق شد بگیره، ایده شب بپایم شوهر کنه. لیکن تا 6 ماه و تا 1 سال و تا 2 سال مردکایی که زناشون خبرگیری نمیکنن، حقشون ادا نمیکنن، اینها گناهگارند در پیش خداوند. اینها پایمال کننده حق شما هستند. اینا پیش الله جواب میگن. بابا جان میگویند صوفی ها علم غیب دارن، این حقیقت دارد؟ نه، علم حق بجز علم غیب بجز الله هیچ کس نداره. نه شیخ داره، نه صوفی داره، نه پیغمبر داره، نه ملائکه داره، هیچ کس نمیدانه. علم غیب برادر عزیز فقط مال الله هست. تمام.
همین اعتقادی همه ما و شما مردم مسلمان همین است که علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار. هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار. ببینید کسی گوید علم غیب میدانم میگه باورش نکن. برای همین علم غیب فقط مال الله است. هیچ کس حتی از پیغمبرها علم غیب نمیدانستند تا اگر الله او را نمیگفت بعد او میگفت. تو استاد جان آیا مسواک زدن با زن جایز است؟ یک مولا گفت که مسواک باید یک وجب باشد. این درسته. مقصد برای یک وجب بودنش با مقصدی که اکل چخیره گوییم برای مسواک زدن بسیار موافقه. یعنی کلته که میده باشد مشکل ترکه و ایلوی را کلته و درازیش مقصد اندازش یا رزمیرش یگان نقشه نداره. لیکن اگر درازتر باشد بسیار برای مسواک زدن بسیار خوبه. ولی همین زبنای پستا را بینید میده باشد چخیل دندانات هم را مقصد همون پسته را در بالای دندان چخیل میمالی. لیکن زنها هم مسواک بزنند. البته این سنت هم برای مردها است هم برای زنها هستند. استاد علم دنیوی خوب است یا آخرت؟ هر دی علم دنیاش هم از الله، علم آخرت هم از الله. من طرفدارم که امروز دادرای ما خواهرای ما هم علم دنیایی تا نخوانیم هم علم اخروی تا هم بگیریم. هر دش یک جا شود نور بالای نور می شود. استاد میگن آب طهارت شفا هست. ولی در حدیث آمده است که آب پسمانده طهارت اگر شما بنوشین مقصد برای شما شفا هست، برای شما خیره. برادر عزیز سپیرت تازه ای که از داروخانه ها میخریم در لباس رسد لباس بینماز میشود؟ نه، من گفتم که سپیرت تازه باشه وای بینماز نمیکنه. وای فقط نوشیدنش حرامه. در لباس اگر رسید یا اگه داغی لباس اگر تازه کنیم اینا بینماز نمیکنن.